کنیم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. مندن باشید. بیاریم خیلی بیاریم مدن جان ساعت شما خوبه، خیریت اول خوبه. شکر زنده بیار باشیم. هستیم برادر من. بفرمایید مثلا که چای تیاره. زنده باشیم. میرم کمک. ما بیارم سبز میخوریم یا سیاه؟ هیچ کدوم. زنده باشیم. سلامت باشین. خیریت جان جوره. شکر زنده باشیم. فضل خدا. دیگه پای دیگه. قرار خیری. لیلک جو. خب. بیا مادم به شما بگم. خب. اگه آدم قرضدارم باشه به گردن آدم دینه، اگه طلبگارم باشه که اگه آدم نده دینه به گردن. درسته دیگه، صحیحه. امی چند وقت پیش 2 ماه 3 ماه پیش امی مادر شما و خواهر شما و برادر شما می آمدن به می رستورانت ما. یعنی قرار کردیم چیز میزی میخوردن نوشی. آقای عگرس من بیامدم اینجا که تخمه کدی نون قهمه کچیری گشت لند به ما دادین. خب. یعنی این کار همه بردم. بفهمیدین؟ چی بردم؟ الان من به شما میگم چی بردم. کتاب چی تا وقت خودتونه رقیب. چه کار کنیم دیگه؟ 3 کدو نوشیدنی باب بردم. کچیری گردن بردم. کچیری گردن؟ 1.5 کیلو تخم کدو بردم. گردن؟ دیگه به تو بگم خیلی بردم. دیگه قهوه خوردم به رستوران. شیریخ هم بود، شیریخ خوردم. ماشاءالله. جوس خوردم. چی؟ جوس. جوس با چیه؟ جوس امی میوار که او نمیکنم میخورم. از اینا خوردم. تقریبا 4000 و جمع کل از اینا، جمع کل حسابی که بردم 4006. صاحب که یک لطفی بکن این معامله خود که من که کشال داره باشه علم چرزنی زنن که به سر پا خوب شیشته نمیتونم. گله جو کم بخور که من که باید نخور کم. خب انال گپ بزنین که 4600 جمع کل حسابا شما شده. حالی 1-2 ماه میشه 3 ماه میشه که اصلا به می چردوبرا رستورانت ما دور پرر نمیدنم. گفتم بیام بگم انمی پولکار خیر بینم انمی نار بدم. مادرم و خوارام و برارام بیامدم از رستوران شما 4600 نون و نوشیدنی و خلان و خیرته پیت خوردم. اینا جوس و قهوه و امینا رو همه بخوردم. نه که به یک بار، همیشه کم کم به مرور. بفهمید میفهم به یک بار همیشه. دیگه چی مثلا چیه؟ درسته این با کسی خوب مثلا تخم کدو و پسته هم هست. جیر جان سیکو برارمه باور میکنی ما خود ما عوض چای به طعم کتریخ و تنباکو میندازیم که چای نداریم. تو میگی گردن، خود ما بریم تو می خانواده ما سیکو اگه ما یک کدوم ما گردن داشتیم. ما به گردن ها چی کار دارم؟ کیچیری گردن خوردم. حالا برای پولا خومدی خیر بینی خود چرا به زینا به قرض دادی پول نداشتن؟ خب بعد حق همسایه گفته خوار مادر داری، گفته حق همسایه دارم. تو که به خیالم هم خوار مادرم نداری. هی چی بعده کردیم ما خود از کارا خود چی اشتباهی کردیم. انال پیار ما خبر نشه گردن همه بند باشه نون سیرش او نمیخوره. یعنی راست خیلی من بابا چی بود؟ بیا بله گله بابا بخونه بله ساگه بسته کو برو دیگه ساگه بسته کو نسایی میکنه مثل مرغی بری به تحریمه وقت باجه بریم یالا کنه جلب نشو برو خدای نکده برو یالا برو بیا آنه بابا من بیا بابا بسم الله بیا خوش کن هفتی سلام علیکم ماما جان. بابا آنه به شما نون آوردم. چی آوردم؟ نون آورده رستوران. کی آورده؟ بابا بیاین تا این پارک یک دقیقه بیاین من دیگه بشینیم به شما کار دارم. بیاین بابا مطالبه شنیدی میگه بوز نداری غم بخر. دیگه بگو بشینیم. اگه غم نداشتی مرغ بخر. بشینیم بابا. ما که میگم ما که صاحب روزی نمیشیم. ما که به شما میگم بابا که مدام ما صاحب روزی نمیشیم. ما که به شما گاهی وقت میگم بابا ما دست می خانواده خو دست می مادر و برارا و دست می خوارا ما صاحب روزی نمیشیم. شما میگین گیلک تو چرا یک زخ خار میزنی چرا یک زخ از اینا گپ میزنی؟ یعنی با چه کار شده با چه؟ با چه کار شده؟ من چی؟ آنه
این البته باجی شما نه به پیش شما آمده. سلام علیکم. ولیکم خیریت گیلا این چی خاطر آمده؟ از اینجا بیامد از اینجا بیامد به اینجا به شیش حال به من میگین خیریته. ماما جو بله. نزدیک 2 ماه پیش حالی نمیایم. خانواده شما به رستوران ما جلوی ترا میامدن. قرار کرده همون جگاه میشیشتم انرژی میخوردم نمیفهمم که چیری گردم میخوردم پسته میخوردم نوشیدنی و قهوه میخوردم. چی میخوردم؟ همینا رو همه میخوردم. خوش همینا رو بردم. کچری گردن چیه؟ کچری گردن ما مولوک بیگردن. حالا من گردنا شما نگفتم کچری گوشته. تو سعی که پیار ما اندازی گردن ما مال بابا گردن ما اندازی گردن چوقوک بیشتره. نه سعی کنی که خنده داره بگو. مدا انرژی خوردم قهوه خوردم گوش خوردم کباب خوردم همینا کار همه بخوردم خوش بیامدم و ببردم از یک کار دیگه نگفتی که به سر سفره میگذارم روزایید. چی؟ به سر سفره میگذارم روزید نگفتی. تخم کدو مبارک باشه. پسته اینا رو هم ببردم. قرار کرده اینا رو به هم گفتم به هم کتاب چه نوشته خوب ماما بیاری. تو فسفس خیلی یاد داری. همین گپ آخر خود بگو چند قرض دارم. 4600 روپیه شما قرض داری. به چی دلیل؟ خب به دلیل چیه؟ خب بابا جیگر ببردن خانواده شما نه. همسایه بدن دیگه گفتم میری نه میستنی تو به چی دلیل که اینو بر اینو دادی؟ برو همسایه داری. چیه همسایه داری؟ تو بد کدی که دادی کوکو. تو اشتباه کدی که دادی. چرا بابا. کوکو مزدمان میدی؟ بابا تو همون فکر نمی که ما به این باغ ما تو سپیر بچه و این باغ نگهونه بوج 12000 به ما میدن. آلی نگهون دهنم بند شمی دیشب تاشون میره رو چهره کش رنگ میده. یک دیگه مستری خونه تو کوکو جیگر نگهونیم سای باغیم با ما کاری نیست. شما نداشتیم نمیآمدیم نمیخوردیم مرگ و خاک نمیکردم. مرگ خاک پیه کم کن. لحظه بچه نادانه که گردن ما بند باشه. بله خاله خدا خود شدم علی بولم نکو تاثر ما. به خدا شما پول ایت یک ریپه نمیدم. خودی بچه نادانه این بیامده. به خدا شما پول چاپ میکنم. ایت یک ریپه نمیدم. امر گناه کردیم میگو ایت آدم پیش پاک یک ریپه نمیدم. مادر پیار من گناه نگو مادر پیار تو گناه کردم. پیار من کنه خود مادر ما برارم. من فکر کو. ماما گوجای مادر ازی که ما برون گپ زنم خودی نایم پول کا خوبستونی. ایت یک خدی مادر شما. خود مادر من گپ نزن مادر من نامرامه به تو. برا بیرون کجا بردی؟ بیرون الان با پولا ندی مگه برو. ای گوجبی ایت پیش پاس بیفتی یک ریپه نمیدم. تو اشتباه کردی که بغلت کنی. و خیر بیرون که اصلا برو. تو سیکو تو هم فکر نمیکن. با بیلا این 4600 اینو برفتم از دستوران نون خوردم اینو به قرص بنسی بابا شکم و نون سر نیه تا شما همینجا تا این باغ جگر مکنده با برج 12000 به ما میدن اینا رو ما بودم ولی قرضه از اینا بودم چه کار کنم چی کار کنم 2 نفر هم هستیم تا این باغ تاشون جگر مکنده مرض بخورین شما چرا از دستوران میرین نون میخورین چه فکر کردین؟ تاشون جگر مکنده و فهمید 4 تا ناله مثلا ریشه کشیدم بیلا جو بود باباش کرد به خاطر که شما زر زغم غنق میکنه مر میزنه بابامه بابا چه کاره که پیار میده دستا بخواه دستش کشی داره چه کاره به خاطر که شما مرد خاک غنق میکنه سه کمیته چوب پینک بزن کو چه کار سکوکه سه چه کار شده میتونم چوب پینک بزنن گرد پینک بود کرد میگم چه کاره البته کجی رو اومده به خاطر که شما مرد خاک از مو تا غرض میکنه میخوره غنق میکنه گناه خیلی نگو تو ازم بهتر میکنه چرا تو میکن شما شهرم نداره حیا نداری چی زنده روزگاره شما میرین به دستوران میرین مرد میکن دومانه میکنی ما یک معاش منه 4600 بمرو مطلب میاده در سر آمده برای پول آمده خب بیشتری که این میخورد بابا من رمضان چه من میکنه مرد بخورین شما ما خودم یک دیوانی عبدال خداجو هم یو استا گفت به تمام باغ جگر و کنده دونه فرادن خواهی خواهی میمانه گپ کم کن
یه گوجه به خدا ما چی رمضان مار میبرد خب کی میبود؟ رمضان بخور رمضان اصلا کن بخیر بیشتری عباس میخورد میگفت نوشیدنی بیشتری عباس میخورد تو در شرم حیا ندارم در فکر نمیکنم تاشون جگر ما کنده دونه فرادم تا با برج 10,000 12,000 ما پول میداخلن شما پیلا میبریم از دستوران میرم غذا میخوره چیه بابا؟ میگم تو شرم ننگ نداری تو غیرت نداری تو اشتا برفتی به غذا دیم دستوران نون خوردی مادر خو بردی خواهر خو بردی اینا رو بردی خب بابا قالمقال نکنی قالمقالی نیه اما گناه امرو مرتکب بیام دادر بدم باغ از بابا ماده که من بزیرم بابایو بیام برای 4,600 دیپه من چی خاک سیاه بس حق کنه دست شما سعی کنیم بابا شما قالمقال نکنه این مادر مینا گفتن که ما ببریم اینجا با بازار به میله جامعه ببره خب من خب پول نداشتم من کجیرم همسایه ما مردم میگفتن ما به رستوران کار میکنم بیا خبر بگیر از ما بیا که اینجا ما چمی رقم غذایی ما هم برفتیم یک دفعه دو دفعه سه چهار دفعه بیدگاه برفتیم اینجا هر دفعه برفتیم نون خوردیم پولم نبود گفتم با میارم من چی میفهمم که با میای میگه چند شد شما اون فکر نمیکنی ها شما اون فکر نداری خب بابا تا به کی تو بگو بابا خب ما تا به کی دیگه چه دلت داریم بابا مادر به کم کدو خدا بخیر خب بخیر خونه که جیرا که یک بر دوی حساب کرده دیگه گناه که نیه دیگه بخیر بابا شما بخیر شما مادر همون در فکر نمیکنی سال با 12 ما جگر به کنده بیارم من شکمال شو آخرا میره دستوران قرض میکنه میخوریم مرض بخوریم چی فکر کرده اون دفعه به زندگی خواه زندگی خسایی نمیکنی تو بدار ما خدا یک بار که اینجا جگر به کنده یک بار کار کن تعلق قرض ازی بابا برشه 4,600 دیپه کچیری گردن میخوره کچیری گوشلان میخوره مقدر فکر نکردین که با شما به قرض میخواین بابا چی میگه به دل خو شما مقدر فکر نکردین لا حول ولا همین که حساب همین تو ما دو مشته هم صرف بزنم بله گیلک چه کاره؟ سگرگ گرفته البته در باغ وا گذاشتی تو همین سگرگ بسته بود کو تو بزو چی کردیشتی؟ با به من یک دقیقه بیام 5 دقیقه بیام که خودم برات و خودم مولات و گپ زنم تو هم خودم فکر نکردی که در باغ را وا گذاشتی سعی نکردی که سگ کجا رفته ولی هر چی میگه دینیه با بلا 50,000 به قیمت سگرگ بود آخی من تو جواب این مرتبه چی بودم من کدو قامه بخورم انا میای مالی به خدای چی روزی چی زندیه خاطر 4,000 5,000 پول بیاده خود ما جنگ دعوا سر صدا میگیره که همسایه صدا ما بشنویدم هیچ چی حال خدا رسیده که خدا جو یکم پیدا نشد که بیای من بوستون که از جنجالا از اینا بیغم شو از سر صدا از اینا دلجم شو برو برات کار خو این مادر ما به کجا رفته میای جنجالا رو با پا میکنم راهو میگیرم میرم خب شما که کلون بودین دیگه چی شد هی خدای میروان بله مادر خوبیم سلامتی میگم مادر جو کجا رفتین شما برای خود شما میریم برات کار خو میریم بزی بر روزی بر ما به جنجالا خدا میریزم سر صدا بیاین سعی کنین که پیرم چی حال روز انداخته بوده عباس بیچاره نمیته ما چه خود چی بزده به سر دماغ یا دماغ خدا سعی کنین که چیکار بشوده زخم شده الده رمضان آدم کلون نمیته زدم که دیگه چی بگی بالشار به سر و تک تک کد به سر نمیته سر صدا و جنگ دوا مرا نمیته بزدم کجاییم شما حالی وقتی بیایم مسای کنیم گپ اینجا خب همه رستورانتی که ما رفته بودیم رستورانتی که ما رفتیم اینا که همو یک گوجبی بیاد برای بابا ما مثل که بگفته که انا قرضا ما 4,000 5,000 چند شده نمیفهمم دیگه انا میده انا بیام میگه که قرضا بشم بده جان پیرم بیام خود ما جنگ کرده که شما ببین میخوریم قناق میکنیم درد میکنیم قرضا شما بدون اینو ایدو
بیایم زودتر خود شما جنجالا صاف کنیم. من نمیفهمم. بیایم خود اینا گپ زنیم. ما خر ولادت کردن دیگه. خدا حافظ. همین مدرن هم که نمیفهمن دیگه. بیایم خونه خو کنترل کنیم. من که نمیتونم وقت خوردن هست میریم.